سلام دوستا و بیننده، خوش آمدین به دومین ویدیو من. واقعا خوش شدم که باز هم با من هستین. اگه ویدیوی قبلی را دیده باشین، اونجا رفتیم دل کوههای کلرادو، یک سفر پر از ماجرا و هیجان. اما این بار به جای دیگه میبرمتان، به دل خزان رنگارنگ کلرادو، جایی که درختها هم از زرد سرخ شدن، هوا خنک و تازه است و طبیعتش واقعا دیدنی است. با موتور آفرود خود رفتم در دل کوه و جنگلات تا شما را هم شریک بسازم از زیبایی های خزان. واقعا یک حس خاص داره، هم آرامی داره، هم هیجان، هم صفا. دوستا اگر طبیعت و آفرود خوشتان میآید تا آخر ویدیو همراه باشین و یادتان نره که لایک و سابسکرایب کنین تا بتانم سفرهای بیشتر و جالبتر برایتان جور کنم. این بار دیگه امروز از جاوید میریم بخیر طرف آفرودینگ ما. دیگه سفر دور و دراز است. توکل به خدا انشالله بخیر. و در راه با یک چیز بسیار جالب مواجه شدیم که این دو نفر عروسی کرده بودن و آمده بودن اینجا عکاسی عروسی خودم میکردن و این موضوع بیشتر در کلرادو انجام میشه چون خزان که میشه درختها زرد میشه و عکسای عروسی بسیار جالب مقبول میشه. شهر کنی است. تمام آمریکا زمین خانه چوبی است دیگه. می چوب است که چهار تراش است که دور میکنه قدر مصرف ها جنگل زیاد اونم سیخ گادر که در افغانستان مصرف میشه همون چوب بیجه در خانه مصرف. در افغانستان خشت است و سیخ گل است، سمت است، یه تمامش چوب است. حالا از بود تیم دیگه پس موندیم که من کشلا داریم گیرشان کنیم. سرک خراب است. بالاخره اینم تیم گیر کردیم.
بسیار طبیعت بهترین جای است دیگه. پارکینگ است. از یا ای تی وی میگه موتورسیکل های 4 تایر است، آن کلشان از اینو است میرن باز سر کوبا. این قسمت ها که سرد است دیگه، رو به خزان روان است، درختان کم زرد شده. اصلا از شهر دنبر که بیش سرد است. دیگه شروع تریل از بخیر روان هستیم به طرف ردکان و به نام ردکان است. ما آخری موتر هستم، اما لحظه آخر رسیدم. باید هوای تایرها هم کم میکردم، خود نشد دیگه، ناوقت شد. فکر کنم اینجا هوای موترها را کم میکنه، هوای تایرها را. از بعد از این بخیر میرن. و هوای تایر موتر ما برابر است، خوب است. دیگه هوای تایر موتر ما برابر است، ما بخیر هوا را کم دارم و میریم انشالله. خب شروع تریل و شروع سرک دیگه آفرود از نمیجا بخیر است. ما راستی باش که ما در کمک ننداختیم موترانه. تا حال ما در کمک ننداختیم به این علامت.
بسیار اگه هوای سرد است. هوا سرد است. درختان رو به خزان است زرد شدن. یک دو تا جیپ هم در پشت سر در تیم ما پیوست. گلک‌ها خوشبوی میده. فکر کنم اولی بارت است نه؟ که تو افرودار رو میدی جا ما اول دفعه است. تا حالا در افرود نرفتیم. نرفتی؟ خب سال اگه افرود ساده است سختایش خود بیخی دیگه مشکل است. شاید بالایش مشکل تر شد. یعنی آره ای تی وی میگن یا بسیار تیز هستن دیگه. طفلا طفلایش هم باز اجازه نیست که در فیلم بیان. والا من زیاد آفرود رفته بودم مگم تو یک جای که درخت باشه و دیگه ساحهش تاریک نرفتم. همیشه در جای سخت و سنگال و کوبا میرفتم. خیلی اولی بارت است کاکا؟ نه پیش شاید مشکل تر شد. فعلا اولایش است. هنوز اولش است. سفر دنباله داره دیگه. یا پیشتر سر موتر رو باز کرده بودن که کمی باران شد میخواین پس پد کنن. این همیجه از سایه جنگل میبرین دیگه سایهش باز میشه نه. هر قدر که بالا برین دیگه درخت ها و سرسبزی ها گم میشه. این سرویس زیاد است اینجا کمی فضایش باز شد. ما در نمو سرک کویی که زرد معلوم میشه در نمو سرک میریم. سرک همونجا دار معلوم شده ایستا. نقشه پیش نفر است. حالا یک سرک از دیگه نه پیش میرن. زمین اینجا قسم زرد شد. سرخ شده اونو بالا هم سرخ است. نمی گل زمینه میگم زرد است. دقیقا تا که بخواه از بالا میخواه برم. دیگه ما بخیر رای ما اون سرکی که در بغل تپه است اونمون جمعیدیم. اینی هم از تیم ما هم که استاده که بود. یک استاده میکنه. اینجا ما یک وقفه گرفتیم بخیر پس حرکت میکنیم. احساس است. میریم بخیر اون قسمت ها اونجا.
هست حرکت کردیم مگر تیم دیگه استفاده نکرد رفتن دیگه کمک عجله داریم که گیرشان کنیم که اگر در راه خرابی چیزی میشه باز یا میشن یک چیزی دارن که برای جور کردن هم بتر جور کنن تنها رفتن دیگه در این کوه بسیار اشتباه است یا ای که تمام وسایل مجهز داشته باشی یا ای که امره این یک تیما بری واقعا که طبیعت بی‌نظیر است اما همی که گفته از اینجا تیر میشه اینو بیشتر از این شاید بنده باشه فکر کنم هدف از تیم عمومی است که میرن سر کدام لیک از بالا. بله بله همیت یک منظره رو تا بالا دیدی؟ نه این از ما از اینجا تیر میشه نه والا ما منتظر یک آب بسیار زیاد هستیم که هیچ کم برابر میشه این اینجا ساده کردن اینجا بخیر یک باز یک وقفه بگیریم آنها بسیار معمول بود. موتر زیاده بسیار برش کلان است خیلی دست چپ میگیره
حساب میترسم. اینجا برای از این مردم بسیار ترسناک است. مگر برای ما قدر جای خطرناک معلوم نمیشه. والا یا زیادترشون یا دیگه سیفتی رو بسیار مردم ترسید ترج بیقی یک بغلای ما هم فیلمش گرفتیم که هر وقت که چپه چپه باز برش نشان بتون. ما بعدا فهمیام سر کو است. واقعا که یک تربیت بی‌نظیر است. استاد جاوید بسیار مقبول است. استاده کردیم یارو رابطیم پرن باز ما میریم. حالا آخره رسیدیم به موقعیتی که به نام ورد سر پاس میگفتن. بالایش کونجا ما دیگه از قسمت ها زمین قسمت ها آمدیم سرو داخل جنگل بالاخره برا آمدیم اینجا. دیگه است که ما آمدیم.
پس بخیر حرکت کردیم دیگه، میریم طرف پایین. میریم اینجا بودیم پایین، هم بسیار یک منظره بسیار مقبول داره. طبیعتش خیلی زیبا بود، ولی رفیق ما کتاب سرخ وایجان بسیار میترسه از خنک. از خنک میترسه؟ خیلی شماله. ترسه که خودت از خنک پرید دیگه نه؟ والا سردی ها. نه ترسه که از خنک داشتی؟ من یک سینه کشی هم کردم، یک دوش هم کردم، ولی خیلی لذت بخش بود. خیلی لذت بخش بود. فضایش واقعا که زیبا و دلنشین است. دلربا؟ بسیار زیبا. دلربا نیست؟ والا برچی که بگویی که بسیار مقبول، بسیار زیبا بود. خیلی کشف کنیم. دیگه اون ویدیو را خود نشان بده والا. حالا نشان نمیتونم. نه والا. ویدیو سینه کشی را عکس خوب. ویدیو رو دیگه نه یک سایلش. در روزباد. سایلش. نه اون سایل کردنش در روزباد. نه سایل خالی شبون سایل کنی. حالا چی شیرینی ویدیو دیدن ویدیو. والا. بریم یک پیزا بخوریم. ما رو تشریف با ورزش میکنید. باز این پیزا بخوریم. خیلی چی میخوری تو خوراکت امروز؟ اما رو پیسه پیزا رو بده. صحیح است. پیزایی که مقصد قیمت است. جواب است. اما پیزایی که مردان آهنین میخورن اون پیزا را این سایزش ارزشش داشت. ارزش هر چیز را داشت. واقعا طبیعتش زیبا بود. چی بگی گرفتم؟ من کمیشم رو رفتی برام. Hey, everybody! Hey, turn around! Can you hear everything snapping? Thanks, guys! No pressure! You're up! Get in! Perfect! بصرفة بارجة
یعنی دیگه بالاخره استاد جاوید خراش سرکای آفرود دیگه خانه های قریه رسید. خانه قریه رسید. زندگی خوبه دارن یا دیگه زندگی اکسیژن آزاد است اینجا. بسیار اکسیژن بالا داره اینجا. اینجا دیگه باید موتر از کمک بکشیم. من موتر نیتر شوم، یک تا از فورلو میباید دیگه ایش هم از 4x4. موتر سبک میره باست. راحت شد. قسمتای پایین زرد بالا سبز. دیگه طبیعت از اینجا فرق کده میره. این حالا سرد شده برا پایین که میریم گرم شده میره نه. اینجا یک قریه است، این خانه شما است. تکساس هم جا داره؟ تکساس که است یک ذره سرد است، گرم است. کم هم گرم نیست، زیاد گرم است که این سردی ها به جان آدم میزنه باز. اگه نه در افغانستان آنه سردی ها رو تیر کردیم اونقدر. اینجا سرد هم هست، امکانات زیاد هست نه؟ ولی در تکساس که زندگی کنی گرم است زیاد. گرم سیر و سرسیتی بی خانت میخوری. این درخت ها چه خوب خوشبویی داره میبینی؟ زیادتر اینجا سفید ها زندگی میکنن. هم زیاد سفید پوست است. این میل باکس هایشان هست. قطارک سگ در کجا خواه کرده این سمک غیره داره. غیره دار است ها؟ از بازگیران نباشه که بگوی پرت حق مره. های سال یک فضای آرام. یک ساین تشکری هم مانده که تشکر از اینکه آمده خیلی اماراتی دیم. این خانه مکمل نواست به شکل خیمه یکی بار جورش کردم. سریال اسمان میگه جناب اسمان وارد میشود. یک موتر شارژر روزایی را چقدر آرام است اینجا. چه یک منظری است ببین یا زردی رو ببین، سبزی رو ببین، یا آسمان آبی کبود. عجیب است. تغییر میکنه فصل ها رنگو.